سلام بینندگان گرامی و مخلصان همیشگی برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت. در برنامه امروزه نسبت خاصیت‌های شفابخشی نسک و نخود صحبت خواهیم داشت و این موادهای شفایی غذایی هستند که محض در همین فصل سال نهایت فایده‌ناک دارد، چون که خیلی غذا بخشنده، خیلی انرژی خوب میدهند و در اکثریت درد و علت‌های ما فایده خوبی دارد. وقتی که نسبت خاصیت‌های شفابخشی نسک صحبت میکنیم، البته ما نسک را خیلی خوب میشناسیم، یعنی نمودهای گوناگون دارد، با رنگ‌های سبزش، با رنگ‌های سفیدچش، با رنگ‌های زرچه و سرخش و باز نسک سیاه هم هست که نادر هست. و در همین دیار بیش آسا زیبا منظره ما نسک خیلی خوب نشونما می‌یابد. علم امروزه اثبات میکند که نسک قریب با نخود 10,000 سال پیش موجود بود. اگر لوبیاها 7-6,000 سال پیش معلوم باشد، پس نسک یکی از موادهایی است که نهایت تاریخ زیادی قدیمی دارد و او را خیلی خوب هم استفاده می‌بردند، چون خاصیت‌های خوبی بلند شفایی دارد و انرژی که نسک می‌دهد بعضاً غذاها او را داده نمی‌تواند، یعنی روح افزا و قوت بخشنده است. اسرار اساسیش باشد بواسطه ترکیب شیمیایی‌اش است، ویتامین‌ها است، مینرال‌ها است، چون که اساس حیات انسانی از ویتامین و سفیده‌ها عبارت است. سفیده‌هایی که ساختار اساسی حجره و مخصوصاً برای موشک‌ها، برای نفرانی که ورزش میکنند استعمال نسک را خیلی خوب مصلحت هم میدیم که انرژی نهایت خوب دارد و افزایش موشک‌ها را نهایت خوب تامین میکند. سن سال انسان اگر از 50-60 بالا میشود، موشک‌ها خراب میشوند که از نظر علمی سارکوپنیا میگویند و عموما سفیده‌های زیادی که در نسک هست ما میتوانیم که به خاطر قوت گرفتن او را در شکل‌های گوناگون استفاده برده باشیم و ما میتوانیم که نسک را در بلندر خاکه کرده از اون اتوله‌ها تیار میکنن که بالای خورش‌ها میاندازن و خیلی خوشبو و خیلی با لذت‌تر هم میشود. مینرال‌هایی که در ترکیب نسک هستند خیلی زیاد هستند: ناتری، کالی، کلسی، زینک، سلن، آهن و ویتامین‌های گروه B1, 2, 4, 6, 9 این ویتامین‌ها هستند که در ترکیب نسک هستند و اگر ما نسبت مکانیزم تاثیر ویتامین‌های ترکیبی نسک دقت دهیم، البته B1 یعنی تیامین برای شوراهای عصب، B6 برای موشک‌ها و مبادله عمومی ماده‌ها که در اکثریت پروسس‌های بیوشیمیایی اشتراک میکنند و B9 کسلات فولیوی است که به او مادران علمان یعنی فرزندی که در بدن پیدا می شود، جنین بسیار هم فونکسیای بلند فیزیولوژی دارد که انکشاف DNK و RNK همون کودک افزایششون هم از این خیلی وابسته است. در یک جایی با ویتامین B12 که قبول میکنیم با اریتروسیت‌های خون رو تشکیل میدن برای حرکت خون، برای کسلورود رو به حجره‌های خود مادر و جنین مرده رسانیدن نهایت موقع خاصه دارد و زینک سلن دارد. زینک مینرال نهایت لازم اصلا برای مردها است که امینوکسلات ارگینین دارد و اکسید آزاد حاصل می شود و حرکت تخم حجره را فعال می کند و در 300 ریاکسیون بیوشیمیایی مینرال ها که 3 مینرال هست در آن اشتراک می کند که این پروسس های بیوشیمیایی در ارگانیسم میگذارد و در سنتز کربوهیدرات ها هم موقع خاصه دارد و میز که هم
холестеринҳои дар синтези холестеринҳои хун иштирок карда онҳоро тоза мекунад. холестеринҳои патологии ҷигарро нест мекунад. фарбегиро шифо мебахшад. талхаро тунук мекунад. ба иллати қанд ниҳоят фоидаи хуб дорад. истеъмоли наст ки дар таркибаш ҳамин цинку селен дорад. ба ғайр аз ин минералҳо яке мо гуфтем, минералҳои ниҳоят яъне кали, калси, магни, ба хотири оне ки калси ҳаст дар таркиби, бинед ки гуногун мешаванд. баъзан наскҳое ҳастанд ки масалан наски сиёҳ нодир аст ва хеле хубтару беҳтар таъсир дорад ва наски сабзаш осонтар мепазад ва наске ки зард аст он қисмати ҳамон болоии пардааш хеле хеле тунук аст ва он тезтару хубтар мепазад ва он тезтар ҳазм мешавад. аслан наскро дар 30-35 дақиқа 40 дақиқа пухта истеъмол кардан кифоя аст, яъне зуд мепазад ва осон ҳазм шаванда ҳам ҳаст. ва анамон цинки ман дар боло гуфтам барои нафароне ки бо сабабҳои гуногун ба ҳолати безурётӣ гирифтор ҳастанд истеъмолаш ниҳоят хуб аст. ва мис ки албатта яъне эритроцитҳои хунро қувват мебахшад, холестеринҳои хунро тоза мекунад, мубодилаи моддаҳо мавқеи хоса дорад ва кали ва магне ки дар таркиби ҳамин маводи хеле муъҷизаноке ки ин аст ки соҳбат дорем ба ҳаракати мушакҳои дил ва ба дигар мушакҳои бадан қувват мебахшад ки аслан дили дуюмои мушакҳои мо аст. ҳаракати хун дар мушакҳо мубодилаи зиёди яъне истеъмоли сафедаро талаб мекунад. мо ҳаракат мекунем, энергия ҳосил мекунем, кислотаи мураввини кислота ҳосил мешавад, хастагӣ ҳис мекунем ва истеъмоли наск ин хастагиро мегирад. ва нафароне ки ба варзиш сару кор доранд, яъне ин маводро ҳам ҳамчун мутахассиси касбӣ маслиҳат медиҳем. ва истеъмоли наск дар ҳамин шабу рӯз бинандаи гиромӣ ниҳоят фоидаи хуб дорад, чунки хунукиҳо аст, боронҳо аст, шояд барфҳо аст ва бадан яъне хунук мехӯрад ва як ҳолати гармиро метиҳад. аз чӣ бошад ки мо ба ин намуди яъне донагиҳо лӯбию наску нахӯд кам аҳамият метиҳем, ба гӯшт аҳамият бисёр метиҳем. ҳолон ки сафедае ки дар наск аст аз гӯшт ҳам зиёдтар аст, аз тухм ҳам зиёдтар аст ва рекордсмени сафеда бошад. бинандаи гиромӣ, олимон имрӯзҳо, нутритсиологҳо, ғизошиносон ба хулосӣ омаданд ки аз ҳама сафедаи зиёд аз меваҷоту сабзавоту донагиҳо ҳама дида дар моҳии хушккардашудаи ментаи бисёр аст. бинед 63 грамм дар 100 граммаш аст. ин бисёр муъҷиза аст ки моҳии хушккардаи хокакардашудае ки оро хуш мекунем ва хока мекунем ва истеъмол мекунем, яъне сафеда дар анамон аз ҳама зиёд аст. вале хушбахтона дар наск, дар лӯбиҳо ҳамин бисёр аст сафеда. ва истеъмоли наск на як барои ба хотири сафедааш, он барои аксарияти узвҳо таъсири хуб дорад. барои асабро ором кардан, хобро хуб кардан ки гормони мелатонин ҳосил мекунад, гурдаҳоро тоза кардан, ҷигарро ки яъне вазифаи ниҳоят зури биологӣ дорад, филтри хунро иҷро мекунад, тоза мекунад, ба он таъсири хуб мерасонад. ва мо метавонем ки аз наск маводҳои ғизоии зиёде яъне тайёр карда ва истеъмол карда бошем. чӣ барои кӯдакон, чӣ барои модарон ва чӣ барои калонсолон беҳтарин ғизои шифоӣ ва саломатӣ аст. дар ҳолате ки баҳор мешавад, аслан баъзан гӯё ки мо аз витаминҳо бой нестем, вале хушбахтона диёри мо дар ҳама 4 фасл сол аз гиёҳҳо таъмин ҳастанд, аз меваҷот сабзавотҳо ва маслиҳат медодем ки
همون نسک رو خب در فصل بار وقتی که ویتامین ها میرسن نسک رو در آب 2 روز گذاشته اون نش میبرورد همگی یک نیم یا 2 سانتی متر اگر نش برورد انا در همان حالت میگیریم و یک قاشقی 3 بار خویده مایده میخویم با همون ریشه نو سرزدهش نش نو سرزدهش اگر استعمال کنیم بهترین باز شفا میبخشد. بدنی که خنک میخورد بیننده گرامی بعضا حالتی هست که میگه که پای ما خنک میخورد. البته سبب خنک خوردن پای ها بسیار است. کم خونی است، فشار پستی است، نرسیدن مگنی است، کلسی است. ببینید یعنی استعمال انمون نسک نش زده که بعد 2 روز در آب موندن نش میزند و ما او رو یک قاشقچگی 3 بار مایده خویده فرو میبریم بدن رو گرم میکند حتی حرارت رو بلند میکند. شاید اگر حرارت ما از استعمال نسک بلند شود ما نمیترسیم و موش رو اگر استفاده بریم حرارت رو به تنظیم میدارد. یعنی میجازش اینقدر گرمی خوب است و استعمال نسک در همه فصل ها مخصوصا در فصل زمستان بهترین غذایی است که ارگانیسم رو قوت میبخشد برای پیشگیری علتهای البته شمال خوری برای پیشگیری علتهای ویروسی یعنی زکام بسیار موقع خوب دارد. تاثیر خوبی ضد سرطانی هم دارد و موادهایی که در ترکیبش است یعنی ارگانیسم رو آنتیتلا رو قوت میبخشد سیستم ایمونیتی رو قوت میبخشد و ما آنتیگن دشمن بیرونی که میباید توسط سیستم بلند شدن ایمونیتی انرژی و حجره های کلیری دارد که اونها رو داشته نصب میکند که این یک موفقیت خیلی خوب برای ارگانیسم هست. با این خاطر هم چون متخصص کسبی مصلحت میتیم وقتی که نسبت خاصیت های شفابخشی نسک با شما صحبت داریم که اونها گوناگون میشود و غذا اگر از اون تیار کنیم و یعنی توسط بلندر میده کرده و در شکل اتوله از اون تیار کرده بالای خورش ها که از بودرینگ است و پومیدور است و پیاز است و اگر انداخته ارالش کرده استفاده باید باز خوب است. از همه خوبتر و بهتر این نسک سیاه است اگر ما رو دسترس کنیم اون بهتر است و تاثیر خوبی ضد سرطانی هم دارد و ارگانیسم رو قوت میبخشد و سفیدش بسیار است و آسان هضم شونده هم است. خوب در نبودن نسک سیاه حجت نیست که ما حتما اون رو جسته و یافته و استفاده بریم. این 3-4 نموده که علاقه هست ما میتوانیم که گرفته و استفاده بریم. باز یادرس میشم بار دیگر که توسط در ترکیبش موجودن مقدار زیادی سفیده ها، مینرال ها، ویتامین ها و مقدار زیادی امینوکسیدات ها. مثلا در تیپ 26 نمود امینوکسیدات ها معلوم است که اونها نهایت تاثیر خوب فیزیولوژی دارند و از ترکیب سفیده های نسک سینتز میشوند و تریپتوفانی که مثلا از ترکیب سفیده نسک حاصل میشود و یعنی این گرمون سیروتونین گرمون خوشحال کننده رو اندورفین یعنی گرمونی که حلاوت بخش هست اونها رو حاصل میکنن. روزانه سیروتونین حاصل میکنن که ارگانیسم رو هوشیار میکنن، قوت میبخشن، حالت روح روان رو خوب میکنن، مبادله سینتزی تمام الیمنت هایی که مواد های غذایی که در روده های ما هستن و توسط 100 تریلیون میکروبیوتیکا و میکروفلورایی که در روده های ما هست بیننده گرامی و اون میکروفلورا ها وظیفه فونکسیون فیزیولوژی سیستم دوم عصبی ما رو اجرا میکنن و اصلا فعالناکی حالت روح روانی ما حالت کاگنیتیوی یعنی خاطروی ما که توسط هیپوکامپ پیدا میشود از همین سینتزی میکروفلورا های روده های ما وابسته است و قبول نمودهای نسک در شکل غذاها باشد برای همون غذای میکروفلورای ما نهایت منفعت خوب دارد و ببینید پروسس هیدرولیزی که در روده ها میگذرد سینتزی که در روده ها میگذرد
هم بیوسته برای خود قابلیت بلند شدن سالمی میکروفلورهای لازم باشد، پس اون سبب می شود که سینتز کربوهیدرات، چرب ها، سفیده ها، امینوکسیدات ها، مینرال ها و ویتامین ها رو در روده ها خوب میکنن، حرکت روده ها رو خوب میکنن، پریستالکای آنها رو خوب میکنن. کلیچاتکای زیاده که در نسک است حرکت روده ها رو خوب کرده و زهر و زخم های روده ها رو گرفته میبرد. برای همین وقتی که ما نسک رو استعمال میکنیم حتما آب شیرگرم هم استعمال کردنمون در کار هست. اون بعد غذا که حرکت یعنی انمون فونکسیون فیزیولوژی کلیچاتکا که اون دو نمود میشود، در آب حل شونده و در آب حل نشونده. بهترین اون است که نسک که ما صحبت داریم یعنی کلیچاتکا و نخها و غازهای هم در آب حل شونده دارند هم در آب حل نشونده دارند. یعنی در آب حل نشوندهش طریق پروبکا تمام زهر و زخم های روده های ما رو گرفته بیرون می رود. از این خاطر کمی آب نوشیدن لازم هست، چون که در روده روست نماند، یعنی شکم سخت نشود، زپور نشویم. ولی کلیچاتکایی که حل شونده که در آب حل شونده که در نسک هست، باز آهسته آهسته آنها تاثیر خوبی فونکسیون فیزیولوژی میکروفلورا رو بلند برداشتن دارند. یاد راست میشم که در قسمت اول برنامه ما بیننده گرامی نسبت موادهای غذایی دانگی که نسک بود و نهایت موقع بلند شفایی دارد و در اکثریت درد و علتهای ما، یعنی برای جگر رو روغن رو تنو کردن، برای استیاتوز گهپاتوز، برای تلخ رو تنو کردن، برای گرده ها رو از ورم ها گرداندن، برای روده ها رو فعال کردن، قند رو پس کردن، فشار رو به تنظیم در آوردن، دردسر رو نیست کردن. اگر از خنکی دردسر میشد میششنی میگرین میشد، او رو به تنظیم میدار آورد و ترکیبش البته موادهای شفایی غذایی دارد که کاروتینوئیدهای دارد که بینایی چشم را خوب میکند و لوتئین و زکسانتئین که در ترکیب این دانگی هست برای چشم ها هم خوب است. کاروتین که در نسک است برای پوست، برای ریشه موی ها رو قوت بخشیدن، یعنی پوست را به حالت جوانی و اوژنگ ها رو نیست کردن. این همه بعد استعمال نسک ها که نمودهای گوناگون دارند ما پیدا میکنیم. و بعد در قسمت دومی برنامه ما نسبت مواد شفایی غذایی که برای ما خیلی لازم است و خوشبختانه در دیار ما خیلی خوب میسبزد و حاصل خوب هم میدهد، نخود صحبت داشته باشیم. نخودی که اصلا ما تاجیکان شرقیان خیلی پلاو رو دوست می‌داریم و غذای خیلی خوب هم هست. در پلاو انداختن نخود ما پلاو رو تصور هم نمی‌کنیم. البته اونجا سبزی هم هست که بیتا کاروتینوئید ها دارد و برای چشم، برای معده، برای روده، برای جگر، برای پوست، برای زخم معده و روده بیتا کاروتینوئید هایی که در جگر یعنی سینتز میشن با ویتامین آ، رتینول استات، اون هم فایده داره. و خود پلاو که سفیده خیلی نادر دارد و کالری بلند دارد و آسان هضم شونده است. و ببینید در مملکت چین در یک سال 140 میلیون تن برنج حاصل میکنند که نون آنها ما اگر گندم کاریم آنها برنج میکارند و قریب زیاده از 100 نمود غذاها تیار میکنند و ما گندم رو استعمال میکنیم. و نخودی که در دیار ما میشود هم بهترین غذا است. از نظر علمی تاریخی یعنی نخود اولین غذایی هست که انسان او را کوریده بود. زیاده از 10,000 ساله تاریخ دارد و بهترین واسطه غذا هم هست که سفیده ها دارد، مینرال ها دارد. اون مینرال هایی که در لوبیا و نسک است قریبی که زیادتر در نخود است. البته خوردن لوبیا و نسک و نخود کمبودیش همین است بیننده گرامی که اون در روده های ما کمی حالت ترشناکی رو پیدا میکنند و البته روده ها کمی دمیش و هوا میگیرند که
بسیار خوردن اون رو مسئله نمیتیم و البته اون حالت میگذرد. خب اگر ما از نظر علمی نگاه کنیم، اسرار اساسی خاصیت های شفابخشی نخود هم بیوسته از ترکیبی وابسته است، از مینرال هایش، امینوکسلات هایش، نیترو یعنی نوترینت هایش، ویتامین هایش و از همین سفیده هایش، از همین ها وابسته است که در ترکیبش مقدار زیادی مینرال ها، ویتامین ها، امینوکسلات ها دارد و سفیده های خیلی خوبی آسان هضم شونده هم دارد که ما نخود رو در بسیاری خوراک ها تیار کرده استفاده میبریم و مادران ما از نخود شورک هم میکنن. این بسیار بولذت است، ولی یک اسرار استعمال نخود شورک رو که به خاطر آنه که برنامه ما جالب است و شما البته مفهوم های خیلی معلومات خوبی رو گیرید، برای نفرانی که فشار بلندی دارن مسئله نمیتیم، ولی برای نفرانی که فشارشون پس هست که مبادله آب و نمک در اونها سست است مسئله میتیم. و بیننده گرامی به خاطر آنه که مثلا اشکم روی ها هست، بیننده گرامی نخود شورک ملایم است اون هم استفاده میبریم. حال آنکه بسیار استعمال کردن آن به خاطر آنه که قبض و صدای روده ها میارد، خیلی احتیاط کردن در کار است. غیر نشان دادش در نفرانی که علت های زخم معده روده دارند، علت های زخم های روده ها دارند، یعنی زخم معده روده 12 انگشته دارند، اوج علت ها دارند، خیلی احتیاط کنند، چون که هم هضمش مشکل است، هم تاثیر منفی میرساند و هم دمش روده ها رو پیدا میکنند و حالت عمومی بدن رو تاثیر منفی هم میبخشد. بیننده گرامی یادداشت میشم که در برنامه امروزه نسبت خاصیت های شفابخشی دو مواد دانگی که در دیار بیش آسا زیبا منظره ما خوشبختانه خیلی زیاد حاصل خوب میدهد و بسته از شرط و شرایط های اکولوژی ما، از آفتاب ما که 310 روز آفتاب است، از آبهای شفابخش ما که در دنیا این خیلی آب نیست، ما میتوانیم که نوجوشانده حتی در حالت شیرگرمی آب رو نوشیم و زمینه که اساساً مینرال های زینک و سلین و ناتری و کلسیم مگنی که اصلا از زمین میگیرد، میوجود سبزیجات های ما و نسک و نخود و لوبی دیگرها که نهایت یعنی مینرال های خوب دارد. البته از انا همین غذای نسک و نخود و دیگرها از زمین وابسته است که زمین ما اینقدر معجزه‌ناک است. از نظر علمی و از نگاه متخصص صحبت داشتیم. و به خاطر تنجیه تنصیحاتی خانوادگی شما باشد عزیزان دل و برنامه‌مون حسن انجام میبخشیم. سلامت باشید.